این تست کنیم که دریپستون که میدونیم هرچه تعدادش کمتر باشه بیشتر دمیج میزنه این منطقه ماینکرافته. ببینیم میتونه چه ماب‌هایی رو بکشه. اولیش گرگه که سگم بهش میگن بعضیا، حالا به اعتقاد خودتون مربوطه. منطقیه. حالا ما همینو با بیشترش تست کنیم. خب کروفتش کنیم یکم. اینم همونه، فرق خاصی توش نمونه. خب آقای غلام چی؟ فکر نکنم زیاد اوفشه. آره دیگه، به غلام توهین میکنی؟ چرا من دوست غلام رو زدم، مهم نیست. بعدی خب پانداه. خب میدونی پانداها خیلی قیافشون خوشگله، پس من به خاطر شما نمیکشم. شاید ناراحت شید، شما به جاش لایک کنید. خب نگین تو کات کشتنشو بیاید. کاتش کردم که آزاد کنم، بعد گفتم شاید بگید درست. این میله رو این دیگه چه لگی بود من دیدم. برو چقدر خوبسل شدم. حالا ما به بعدیمون دلفین نه مرغه که معلوم میده، ولی ما بازم تست میکنیم. از همینجا مطمئنم میمیره. همینجا شد. یه لحظه چرا به مرغ نمیخوره؟ با یک باگ بود. از اینجا دیگه میمیری. میخوام ازش دفاع کنم. وای مرد. تمام، خداحافظ.